سلام بچه‌ها، خوش اومدین به دومین باری که ما میایم جلوی دوربین و اخبار این هفته‌ای که تو این کانال به 1595 باری که میایم جلوی دوربین، ولی تو این کانال برای دومین بار اومدیم. خوش اومدین و امروز قراره بفهمیم که اخباری که در هفته گذشته چه چیزهایی گذشته. چی گفتم؟ از اخبار سینما، گیم، بدبختی، ایران، بیچارگی. فقط یه نکته ظریفی هست. یه دونه مگس اومده تو استادیوممون اذیت می‌کنه. نمیتونی بگیری. در طول ویدیو من با این سعی می‌کنم شکارش کنم. من دیروز تلاش کردم یکیشونو با این بکشم نشد. بعد با دست کشیدم. خواهیم دید چه می‌شود. بریم سراغ خبر اول. از 4 پیش فروش بازی GTA 6 یا همون VI شروع میشه و قراره احتمالاً رکورد همه چیز رو بزنه. همچنین این بازی برای PC نمیاد و فقط برای ایکس باکس و پلی استیشن. اونم چی؟ پلی استیشن 5، ایکس باکس سریز S، ایکس باکس سریز X. یک کاور رسمی بازی هم اومده بیرون که شبیه همه کاورهای جی تی ای یا عالمه شکل‌های مختلفیه که به هم چسبیده و طرفدارا در حدی پیگیرن که رفتن شمردن که داداش این تمساحه توی این کاور کلا 60 تا دندون داره، تمساح تو واقعیت 74 الی 80 تا دندون داره. پس این 14 تا دندون ما چی شد؟ حالا یه چیز جالب کاور یه بنده خدایی خیلی از ما پیگیرتر رفته بوده، تعداد کفش هایی که در رفت و آمدن توی شرکت راکستار رو میشمرده. میکروفون گذاشته بوده ببینه کی همه بیشتر میشه که چی بشه، که ببینه کی میاد جی تی. بعد چی شد؟ به نتیجه پلیس گرفتش. کار درست. مگس اینجاست. نتونستم مجد دادم بچه‌ها. میاد ان شاءالله بازیش دیگه. یک فیلمی اومده به اسم بک رومز، احتمالاً این اتاق زردایی که آدما میرن توش گم میشن و هیچ وقت دیگه نمیتونن در بیان زیاد دیدیم. اون که اشتراک اینجا میدو دنبال. نه تو این فیلم شریک نیست. این بک رومز از توی یوتیوب نشأت گرفته و یک یوتیوبر اولین بار توی بلندر یه همچین چرت و پرتیو ساخت و به شدت ترکید و شد یکی از ترندهای اینترنت. و چند وقت پیش یه کمپانی هست به اسم A24 که میاد فیلمایی که همچین خرجی ندارن ولی خفنن و اسپانسر میشه. اومد اسپانسر این بنده خدا شد، گفت 10 میلیون دلار بهت میدم، برو دعا کن نرینی با این فیلم ساختنه، که اگه 10 میلیون دلار در نیارید خیلی بد میشه برات. خوشبختانه یا متاسفانه فیلم ترکونده و 117 میلیون دلار پول در آورده این فیلم و الان A24 میگه داداش 2 3 4 5 هر چی میخوای بک رومز بساز و یارو هم کامل پلن داره. جالبش اینه که یوتیوبر بوده. شما واکینگ دد دیدی؟ بله. من ندیدم. کسانی که فن واکینگ ددن نورمن ریداس یا همون دریل دیکسون توی خود سریال رو میشناسن. این بنده خدا داره جدا میشه از این سریال چون حدود 872 تا اسپیناف داره. فقط واکینگ دد واقعا داره. فیر آف د واکینگ دد، ایل آف د واکینگ دد، واکینگ دد سیمولیتور. داستانشون چیه؟ دد واک ها. داستان‌ها چیه؟ اسپیناف ها از چی دنیا رو ساختن، دنیای توش زامبی داره دیگه. هر کی اینا یه کاری میکنن اون تو. محمد با زامبی ها. آره داره میره و تازه داره کجا میره؟ تو فصل 4 اسپیناف سریال خودش داره میره. دیگه خداحافظی میکنه. دیگه نمیاد. قول داد. یکم پول بهشون نمیاد. دیگه نمیسازن. بس شاید بمیره. در اون صورت نمیاد. نه. بریم سراغ خبر بعدی از دنیای گیم. شرکت سگا رو که میشناسین، در گذشته کنسول درست میکرد ولی خب تعدادی سگ رو نام نمیبرم. یه کمپانی ژاپنی بود به اسم سگا که حقیقتا رفت بگا چون دیگه نمیتونه کنسول بسازه ولی بازی داره. مثلا یاکوزا مال سگاه و یک بازی قدیمی رو داره میاره به اسم کریزی تاکسی. من رو پلی استیشن 1 بازیش میکردم. کل محوریت داستان اینه که یه شهر دیوونه خونه است، تو از همه دیوونه خونه تری، یک مسافر رو از نقطه A باید ببری B، ولی این وسط خیلی اتفاقات عجیب و غریبی میفته و اومدن سال 2027 یک کریزی تاکسی جدید دادن به اسم کریزی تاکسی دور دنیای 5 که رو پلی استیشن 5 میادش، روی ایکس باکس و نینتندو سویچ 2 و پی سی هم منتشر میشه. خالق اصلی گفته که آرکید این بازیمون، برین حال کنین. حالت چند نفره هم داره، 5 تا شهر هم داره، برین عشق حال کنین و همین دیگه. واقعا درباره کریزی تاکسی کسی براتون مهمه؟ برای من که مهمه. برای شما مهمه؟ نه. برای منم مهم نیست. اگه کسی براش مهمه کامنت بذاره که زیرش بنویسیم برامون مهمه. آقا کریس ایوانس داره برمیگرده مارول. یعنی چی؟ چی شده که این اتفاق افتاده؟ چرا اصلا خدافظی کرده بود مگه؟ همه فیلم کرد تموم شد دیگه. پیر شد توی اونجرز اند گیم و دیگه هم قرار نیست ما ببینیمش و یه سری شایعه به وجود اومد. آقا کریس ایوانس هست توی دومزدی میاد، یه سری گفتن نمیاد، اون مارول دیگه تموم شد، بدبخت شد، ولی الان دیگه تایید شد. دیگه کامل تایید شد. عکسش هم لورا هست. تیزر رسمی از اونجرز بله. سیکرت وارز اومده. عکس ازش
لو رفته که این دفعه نمیتونی کاپیتان آمریکا تو رو اصلا تشخیص بدی، چون جفتشون ماشون بلنده. اصلا معلوم نیست که کی قراره دقیقاً چه نقشی بازی کنه، فقط میدونیم اینا هست. یه خبر از مارول گفتیم، بریم یه خبر از دی سی بگیم. سریال پنگوئن بود بله که کالین فارل بازی میکرد. دی سی گفتش که متاسفیم فصل 2 نیمی صرفه نیمی سازیم، اگرم بخواید دوباره کاراکتر پنگوئن رو ببینید یه ته فیلم بتمن 2 یا 2 قدم میدیم بازی کنه اشغال کنه، ولی سریالش دیگه نمیسازیم. همون چیزی که بود به نظرم کافیه، بهش دست نمیزنیم که به نظرم انتخاب خوب. خب آب میبند. یه خبر در مورد بتمن 2 که بالاخره فیلم برداری شروع شد. جدی؟ بله. پشمام نخونده بودم. کی اومد؟ 2021 اومده بله. یکش. تازه الان شروع شد فیلم برداری. فارکرای 6 تو بخون بابات بلده. برای کسایی که مثل بابای من طرفدار بازی‌های فارکرای و فارکرای ها رو خوردن، نوشته چی؟ توسعه نسخه بعدی فارکرای فاجعه بار است. چه چیز عجیبی. چقدر من همین هفته پیش داشتم گفتم یوبیسافت 20 سال بازی خوب نداده. یه بنده خدایی به اسم تام اندرسون بله. که افشاگر سرشناس صنعت بازیه اومده بله. گفته فارکرای بعدی گوهه، نه به این صورت ولی همینو گفته. یوبیسافت تایید کرده که فارکرای، اساسینز کرید و گوست ریکان تا سال 2029 عرضه خواهند شد. رزیدنت اویل ورونیکا اومده که در واقع ریمیک از رزیدنت اویل کد ورونیکاست و کاراکتر اصلیش هم کلر ردفیلد، آبجی کریس ردفیلد. چه مادی بزنید. بچه ادی کلا هیچ کدوم از بازی‌های کپکامو کاراکتر با لباس بازی نکرده مگر اینکه کاراکتر مرد باشه. چه مادی بزنید. بله و قراره که این داستان کد ورونیکا رو بیان. فقط تنها چیزی که تا الان مشخص شده اینه که قرار سوم شخص باشه، یعنی اون زاویه دوربین اول شخصی که تو 8 پدرمون رو درآوردن و تو 9 میتونستی انتخاب کنی، الان گفتن نه دیگه همون سوم شخص بازی کن که کار درستیه. چه مادی بزنید. رزیدنت اویل 9 هم همه سوم شخص بازی کردن. عجب مادی زدید. بریم خبر بعد. بازی UFC 6 داره میاد و برعکس نسخه‌های قبلی که افتضاح بود نمراتش، این یکی نمرش خوبه. یعنی برای کسایی که مثل من طرفدار فایترها و UFC و اینا هستن خیلی به شدت جذابه و کسایی که UFC دیده باشن جوروگن رو میشناسن. جوروگن یه مصاحبه جدید داره با بنده خدای ببین قشنگ. بریم یه بازی جدیدی قرار بیاد که ترسناک چند نفر است که اسمش ساو جنسیسه. سازندگاش همون سازنده‌هایی ان که بلوبر تیم بودن. حالا بلوبر تیم کی بود؟ همونی که اون بازی سایلنت هیل 2 اونا بلوبر تیم درستش کرده و میگن بازی خوبیه و شما قراره که 3 تا بازیکن در نقش متهم باشن و توی کار تیمی توی یه هزار توی مرگبار سعی کنید زنده بمونید که I don't care واقعا. یه چیزی که خیلی برای خودم جالب بود، کال آف دیوتی مودرن وارفر 4. تو این چند وقت من زیاد خبرهای خوبی در مورد بازی‌های کال آف دیوتی نمی‌شنیدم. معمولا رفته بود سمت اینکه LGBT رو وارد بخش بتل رویال کال آف دیوتی بکنیم و چیزهای جالبی در این صنعت ندیدیم. کال آف دیوتی مودرن وارفر 4 کلا اینو تغییر داد. یعنی یهو می‌بینی که گوست در برابر کاپیتان پرایس. یعنی چی؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چرا گوست چپیه میندازه؟ این استلسه. تریلرش رو شما ببینی عشق میکنی. ندیدم. اولین بازیه که به صورت جدا برای صدا پردازیش موتور گرافیکی. بریم سراغ یه خبر از دنیای سینما. عصر یخبندان جدید داره میاد. خلاصه که وقتی عصر یخبندان رو از فاکس خریدن قرن 20 دادن دست دیزنی. دیزنی اومد یه سریال کوتاه ازش داد، خیلی زشت بود. اصلا گرافیکشون آشغال بود. من ندیدم اون. منم ندیدم. و یه عصر یخبندان جدید داره میاد 6 اسمش نقطه جوشه، بویلینگ پوینت. دوباره همون کاراکترهای قبلی برمیگردن و دوباره قراره یه سفری رو بکنن طبق کل تمام چیزهایی که توش وجود داره و به نظر من میریم 5 فوریه 2027 میاد. به نظرت خوبه؟ من به نظرم افتضاح میشه. باید دید چه خواهد شد. چون الان یه اتفاقی که افتاد، دیزنی بد عمل داره نمیکنه. دیزنی داره خوب عمل میکنه، یه مقدار از اون فاز بد من فقط میخوام برم تو کار آدم‌هایی که یه مقدار سوراخشون بزرگه دور شده، رفته تو کار اونایی که سوراخشون کوچیکه. معمولیه. شرک 5 تریلرش اومد. 1 سال پیش یه تریلر دادن، شرک شبیه متیو بود. نه خیلی قشنگه. آره خیلی شرکش زشت بود و همه گفتن این چه گندیه ساختین و خبرش اومد که داداش ما 1 سال انیمیشن رو میندازیم عقب. گفتیم ایول میخوام برم قیافه شرک رو درست کنم و دیدیم قیافه شرک رو بدتر کردن و آوردن. خوبه. نیست، بهتر از اون اولیه. افتضاحه. قبول کن بهتره. نمیپذیرم. یکم بهتره. خره رو چی میگی؟ خره پیر شد. خره کوچیک شده، گوگولی شده، خره زشت بود، شرک زشت بود. بازم میگم تا ندیدیم نمیتونیم قضاوت کنیم. کل انیمیشن شرک این بودش که شبیه واقعیت باشه، یکم زشت‌تر.
این گوگلی انگار دیزنی اینو ساخته. امیدوارم که خوب باشه. من دوست دارم امید داشته باشم. و بعد 17 سال ما منتظر شرک جدیدیم و قراره که یه چیز بدی بشه. آقا ابسشن رو داشتم بهتون میگفتم این فیلمو با بودجه 1 میلیون دلار دادن به یه یوتیوبر بهشون، چون اعتمادم ندارن. میگن شما میرید گند میزنید برمیگردید یه دوربین دستتون گرفتید فکر کردید خبریه. 1 میلیون دلار دادن گفتم برو یه فیلم درست کن. یه فیلم درست کردم به اسم ابسشن. داستانش هم درباره اینه که یه پسر یه چیزی رو میشکنه، آرزو میکنه اون دختره عاشقش بشه. بعد دختره واقعا عاشقش میشه و فیلم ترسناک میشه و فیلم قشنگه، فیلم جالبه. حالا همین قشنگ بودن و جالب بودن فیلم باعث شده 30 برابر بودجهش بفروشه. 30 میلیون دلار این فیلم فروخت و خیلی عجیبه. این 30 برابری که میگم در لحظه اکران بود. شما ببین چقدر موفق عمل کرد. خبر بعدی داستان اسباب بازی‌های 5 اومده که نمره خوبی گرفته، 73. نمره خوبیه برای بقیه فیلم‌ها، ولی باید داستان اسباب بازی‌ها ریده است. چرا؟ چون بیشترین نمره‌ای که داستان اسباب بازی‌ها تونسته بگیره 4ش بوده که 97 گرفته بوده. یعنی کسی که اون سه نمره رو نداره نمیدونم چی کاره بوده. یه چیزی که از هیچ وقت نمیشه به نظر منتقدها این بله. چیزو بدی، کردیتو بدی که این دیگه فیلم خوبیه یا این فیلم بدیه. اگه میخوای این موضوع به اثبات بشه میتونی بری نمره‌های فایت کلاب. فایت کلاب گفتن ریده، بده ولی شاهکار فایت کلاب. IMDb اومد نظرات مردم رو دیدیم که کاملا متفاوت بود با این. منتقدان بعد اینکه داستان اسباب بازی 5 رو دیدن گفتن هم بزرگسال هم بچه سال بشینین ببینین عشق کنین. طبیعیه دیگه. تا چند میخوام بسازن؟ من شنیدم تا 9-10 میخوام بسازن. سهش دیدی چه ابسولوت سینما تموم شد. سهشونیه که تهش توی جا دارن میسوزن دستای همو میگیرن. آخریه خوب بود. آخریه اینجوری بود که مادر هر کی 5 بسازه. آره دیگه. اینجوری بود. دقیقاً دیگه ما 4 رو داریم میسازیم. آخرین پولو در بیاریم دیگه نسازیم. یهو گفتم 5. چرا؟ زیاده کاری الان دارم میبینم چون خدافظی کردم اون دو تا گروه از هم تموم شد. دوباره برمیگرد. اسباب بازی میاد. یه خبر جالب از مارول براتون بگم درباره فیلمی که به شدت منتظرشم خودم، اسپایدرمن براند نیو دی. این فیلم یه تریلر دیگه داد و توی این تریلرش شما میتونستی کیو ببینی؟ هالکو ببینی. و هالکی که پروفسور هالک و باهوش هالک و اوب هالک نه، همون هالک وحشتناکی که تو اونجرز 1 میریدی همونو داری میبینی. بعد افتاده دنبال اسپایدرمن. یه فایت اسپایدرمن با هالک داریم. بعد از اون فایتی که تور با هالک داشت که خیلی هم جذاب بود، این فکر کنم یکی از دومین فایت های جذاب هالکه، چون با تانوس که هیچ فایت جذابی ما ندیدیم با هالک. کلا رفت تانوس زدش مرد پرید اونور شکست خورد دیگه برنگشت. یه خبر عجیب دیگه از سینما هست، اونم اینه که گاز هست داخل بریکینگ بد، کسی که مرغ میفروخت و حالا اسپویل نمی‌کنم دیگه، همون سیاهه. میدونی گاز مسلمون شده، رفت عربستان سعودی، بازیگر یکی از ویلن ترین کاراکترهای تاریخ سینما مسلمون شد و خدمت شما عرض کنم که بقیه فیلمام هر چی بازی کرده همونه. یعنی اون تو پارکرای همون گاسو داره بازی میکنه، تو ماندالوریان همونو داره بازی میکنه، تو دیبویز همونو داره بازی میکنه، تو بدر کارسال که دیگه همونو داره بازی میکنه. کلا همونه، یعنی همونو میارن میگن که تو همون باش، دوباره ما همونو ازت فیلم برداریم. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین. امیدوارم که وقتتون رو نگرفته باشیم. ببخشید که اخبار سیاسی داخلش نبود، چون هنوز به آجر کشید نیاز داره نویسنده و یهو انجام میشه. وای بمیر تو. و بازنده اصلی این ویدیو ماییم که مگس ما رو برد. خیلی ممنون. خدا نگهدار.